سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امین گلدیگر هستم و با بازی آرک اومدیم در خدمتتون. آموزشش رو گذاشتم، امروز اومدیم با گیم پلیش. بازدید که این بازدید که من میگیرم 15-16 سال اصلا مشکل نداره، ما ادامه میدیم. ولی شما هم یه لطفی کنید، یه لایک، یه کامنتی کنید، ما پیشرفت کنیم. چاکرتونم هستم. پس لایک کامنت دنبالتون نره، سابسکرایبتون نره. و اینکه امروز ما با گیم پلی بازی آرک موبایل. آره همین، هیچ حرف دیگه این ندارم. بریم بازی کنیم و حالشو ببریم. با امیدوارم از این بازی که من میکنم شما یه آموزشی ببرین و خودتون هم برین عشق کنین. خب من خودم بغل کوه استمان کردم. اگه میخوایم بریم کوه کجاست؟ همون موقعی که میخواین نقطه اسپانتون رو بزنین، بالاترین نقطه رو بزنین، دور و بر کوه در میاد. کوه یخبندونه. بله، کوهش هم الکی نیست بگم. چیه؟ اول بازی صندوقچه پیدا کردن. این خیلی مهمه. داره چیه غذا دکنم. وا این لول 10 میخواد بچه. پس اینو یادتون بمونه، نکنین. اینجا اوکی. بودو بریم کجا خونمونو بسازیم. اونجا جزیره خیلی خوبه ولی نمیشه. اول بازی سخته، شاید بعد یه ذره بازی گذشت مهاجرت کنیم بریم. آخ من چوب نزدم. چوب بده دیگه. چوب یه دونه چوب هم نمیده. بالاخره یه دونه چوب داد. با اینکه پوستمون کنده شد. یه دونه استون پیککس درست میکنیم. روزی تولدم داره گرفتم. اوکی. بله لول اپ شدیم تو آموزشی که اگه دیده باشین آموزشی رو لول اپ بشیم. میایم یه دونه از اینا رو باز میکنیم واسه خودمون یا عشق کنیم. خب تسکیه بعدی چیه؟ فعلا یه چیز کنیم. خب شکار مکنیم. تسکیه بعدی اینه که با فارم کنیم. فارمینگ. علف ملف جمع کنیم. اینجا هم که بذاره باید شوک بزنیم. اوکی. ببینم دیگه چی میتونم باز کنم. اینو باز میکنم. خب اوکی. ببینم صدا چی میاد. اوکی اون بالا بود. خب چیزه بذارم ببینم. الان داریم مپ رو باز میکنیم. اوکی یه ذره اینجا غذا میخوریم. دست که منم اوکی شد. خب تصویر یک ساسکو ما رفت. خونه رو من ترجیح نمیدم بالا کوه بسازم. چطور بگم من اینجا خیلی با چه سیده حیوله میاد اینجا.
نمیدونم بسازم نسازم زیاد ترجیحم نیست میدونین. خب بریم تو آب این تسکمونم کامل شه ایزا لیول اپ شیم. لیول اپ شدیم و عشق حال. تسک بعدی یه دونه کمپ فایر درست کن که استون بده و ما بریم. خب کمپ فایر رو درست کنیم. حالا من یه کمپ فایر رو بذاریم. آهان خب من اینا رو بزنم با کلا این دقیقه نباید اینا رو بزنی ولی من میزنم. یه سر لگ میگیره بازی. یه دارش بزنیم گوش موششو بزنیم. خب کمپ فایر رو باید یه جا بذاریم. من میگم بذارم اینجا. خوبه. خب اوکی چی شد آها میام اینو میذارم بعد اینم میزنم لیول اپ بعدی هم میگیریم. لیول اپ بعدیش چیه؟ آها گوشت تا این بپزه من میام اینجا اینا رو باز میکنم اینو باز میکنم بعد میام میتونم تبر بسازم میبینم نه نمیتونم. این تبر چوب باز میخوام بذار چوب رو چیز کنم. مرحله به مرحله پیش میریم. خب الان من با تبر اینو میزنم بعد این هنوز چوب میخواد. روزی دبلی بودم تنهایتون بگرفتم. اوکی اینو میسازم دوستا هم میسازم. میزنم اینا رو هم میخورم و چی شد؟ دوباره لیول اپ شدیم. اولش این چی لیول اپ میکنه بعدش میزنه زیر گوشه. اوکی اسکی بعدی. اوکی چیزی کو با تبر بزنیم باز بین رفت. تسکی ندارم یعنی واقعا تسکی به من نمیدی؟ همه چی یه باله؟ آها تسکم اینه که آه اینا چی نمیده؟ اینا چون بابا حمله های متفرقه دوتا تسکم بابا دوتا شون از بین رفت. اینجا برم ای لامصب 6 تا بود. اوکی یه دونه از این حیوانای متوسط بونه هست. صدا اسب بیاد کدوم طرفه؟ یه حیوانم ندیدم. ای خدا چپه یا راست؟ آهان حیوان غلط. ببخشید
بکنم بزن یه بایم بزن. وای 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 بچاره شدم بچاره شدم. ای وای ای وای ای وای آواره شدم. ای وای بیچاره شدم. بابا چرا چیزو بر نداشتم. ای خدا ای خدا ای خدا خب اینجا من مردم درسته؟ نه آها این بر اینجا من مردم. وایسین الکی نیست که اینو باز کنم اینم باز کنم اینم باز کنم. خب الان باید یه فارمینگمون رو تقویت کنیم. تو راه که داریم میریم قشنگ باید اینجا رو تغذیه کنیم. آره برای چی الان میفهمید خودتون. برای اینکه این قسمت قراره خونمون رو بسازیم. هی بابا فکر کنم اونا دوباره سر قبلا وایستادن و منم بدبختم همین دیگه. آره داشتم میگفتم ببینم غذا ماشاءالله بخوریم دیگه. وای خب چی میشد این میومد به جور دوتا کله گنده. بعدا به همشون میگم همشون رو میخورم. آهان اونا درگیرن بهترین موقعیته. بردار فرار الفرار بودو داشتم این. خب وایسی اجازه بدیم دست درد نکنه. بریم ما با اونا کاری نداریم. ما فقط اینجا ما کنید دوستان. بذاریم من خونم رو بسازم وسایلمو بذارم بعد با هم جنگ میکنیم. مرسی با تشکر. خب یه چوب من چوب زیاد میخوام. سیو میکنه. ماشاءالله. الان بعد چوب دیگه چی میخوایم؟ آها چیز میخوایم یه سری به جبا تبر زدن با کلنگ بزنیم. پول دیگه وقتی اینجا رو خالی میکنیم. خب بازم میخوام یه خونه نقلی میخوام درست کنم. وای حیوان چقدر سیر شد. وایسا درش از کدوم طرف باشه؟ از این طرف. ببینم دیگه چی میخواد. مرسی. بزن بگم اولا باید فارم کنیم. همین که باید
فارم کنیم. خب الان میگه که تشنته بدبخت. ما اینطوری آب میخوریم، بعد سردمون میشه، الان داریم یخ میزنیم. نوکرم دوباره ادامه میدیم فارم کردن. امروز دیگه خونه رو تموم کنیم و بریم سر خونه زندگیمون. خوبه. خدا فارمینگ سریع، الوعد وفا. چوب زیاد هم نیاز داریم. مرسی. بچه اینی که ببینیم آرچ 1 و آرچ 2 هم داره که اون خیلی گرافیکش بالاتره، ولی من آرچ 1 خواستم بریم که آرچ 2 کل گوشی ها لگ میشه. حالا به خاطر لگش بود که لگش نبود که نرفتیم و به خاطر یه چیز دیگه بود، چون بیشتر گوشی نمیاره لگ میشه. سر همون گفتم اینو بزنم که همه با هم رو کنیم. یه درم باید بسازم. خوب ساختیم. ما کنیم بچه از در که وارد میشیم، نه ته راه رو اینطوری بچینم بشه. خب فعلا اینو بده، چوبو بده، عرضم به حضورتون که اینو بده بره. آخ ریدم. اینو بده، اینم بده، اینو بده بره، اینم بده بره. اوکی بریم برای چی؟ بریم برای فارم کردن دوباره که چیکار کنیم؟ آها من توی چی بزنم، یه دونه از این چیزا نیاز دارم. کجایی دارش؟ یه دونه هم ندادی؟ خیلی بیشوری. روز تولدم تنها دادم بیا گریدم. بده بچه جون بده، بده که میخوایم عشق کنیم. بده. خوب الان از اینا نیاز داریم. اینا هم دوباره نیاز داریم. قرشان بودم این قسمت یعنی همون اول قسمتمون چیز کنیم، بزنیم برای بزنیم چیه اون کوه قسمت 4-5 میریم دیگه، قسمتی که چون قوی شدیم نیاز داشته میریم بالای کوه. اصلا چوبم نیاز داشته باشیم. قشنگ فارم کنیم که شب بارونی و همینجا باید ببندیم کارو.
بده دیگه بده مرسی. یا اول صدای ناجور. صحیح 2 3 4 5 تا بده. این 2 تا 3 تا 4 تا ای عجبا. آخه چقدر از اونو نیاز داری؟ یه دونه رو بیرون زدم؟ نه What the hell is this؟ نه اشتباه زده. ایبی نداره فقط سرتون. خب آقا اینجا این چیه؟ تیتی دستشویی برداریم و بریم نازیم بیرون. بریم نازیم بیرون و بذار ببینم. خب آقا همینجا من این سقف رو کامل میکنم. خب خونه رو قشنگ کامل میکنم که قسمت بعدی بریم برای کارهای دیگه و باز کردن این اتچمنت ها و خیلی حال میده. اوکی مرسی که در اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چاکرتونم تا یه ویدیو دیگه. بای